سؤال: أثابكم الله شخص يلجأ إليه الناس قبل حفر الآبار ويدعي أنه يرى الماء ويقوم الناس بتصديقه. نجح آخر إنسان مثلا يعني الله بشما سبب عطا کرده باشد یک شخصی دیگه مردم به نزد او التجا میکنن، درخواست میکنن پیش از کافتنی چاه، پیش از او که در یک جا چاه کاون اول اون میبرم میگی برای خبر گرفت که در همه جا آب میبرم باشه یعنی و یدعی انه یرى الماء و میگه که من در اینجا آب میبینم. فهمیدی؟ به اون معنا نه که من تیک زمین نگاه کردم. فهمیدی؟ میگه وای ماهره وای مهارت داره میدونه در کدوم منطقه ها آب میبره، میگه ما در همه جا چاه کاوه میبره آب یعنی و میگه چه و یدعی انه یرى الماء و دعوا میکنه که من آب میدونم در کجا میبره و یقوم الناس بتصدیق، مردم چیکار میکنن؟ باورش میکنن. همونجور میکنن واقعا آب میبره. این چی یعنی؟ چی مثلا؟ الجواب: ما هو يدعي انه يرى الماء چی؟ هو ما يدعي أنه يرى الماء وای اون دعوا میکند که آب را میبیند، دعوا میکند چی؟ آب میبیند، ولكن يدعي أنه يعرف التربة. فهمیدید؟ و انواع الشجر التي في الارض، ولی دعوا میکند که وای میداند چرا؟ تربه یعنی خاک ها رو میشناسد، اما از خاک ها میشناسد، از درخت ها میشناسد که در روی زمین هستند، از همونا رو دیده بعد میگه که من در اینجا آب میبینم. یعنی از چی؟ از ما خاک ها رو دیده، کاش که باشه چی؟ انا درخت و گیاه ها رو دیده از روی همون ها و میکنه. علامات یستدلون بها، یعنی اینا یک نشانه هست که از اونها دلیل میگیرن در دنیا. هذا لا بأس، یعنی اگر از همین نشونه ها از مهارتش اومده بود که اینجا آبه هیچ گم نداره. لانه یستدل بالاشیاء ظاهره، چون به چیزهای نمایان و دلیل میگیرد. و هي نوع التربه نوع الشجر، این چی؟ یعنی که نوع خاک میبینه، نوع نمود طرز خاک را میبیند، یا که نوع نمود درخت ها الذي ينبت في الارض، در زمین میروی دیگه. بحکم خبرتهم بهذه الامور، یعنی که به حکم چی؟ به حکم یعنی که خبرتشان، یعنی این به زبان روسی خبره گفته اوپت میگن، یعنی تجربه، به سبب تجربهشان نسبت همین کارها. یعنی اگر نسبت همین کارها تجربه دار باشن و از درخت و از خاک بدون آب و نه بدون آب خبر میدادگی باشن، این شیخ میفرماید چه هذا لا باس، این هیچ گپ نداره. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.